مسابقه فوتبال خرد بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام کمیته حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن نخست در جماعت دهات برگزار گردید. بعدا در میدان خرد فوتبال ورزشگاهی به نام همراه خوجا مرادوف غالبان با هم آمدند. به اینجا قبل از آغاز بازی رئیس کمیته حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده سخن گفت. محترم هواداران بازی فوتبال، حاضرین ارجمند، با اقدام اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امام رحمان و دستگیری‌های پیوسته آن کس در جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه ورزش از آن جمله فوتبال دقت جدی داده می شود. دلیل این گفته‌ها آباد گردیدن انفراستراکچور ساحه ورزش، ساختمان با استفاده داده شدن میدان‌های ورزشی در شهر و دهات، اشتراک فعالان ورزشکاران ما در مسابقه‌های سطح شهری، ولایتی، جمهوری و بلند برداشتن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مسابقه‌های بین‌المللی، رو آوردن شهروندان به طرز حیات سالم و مشغول گردیدن به نمودهای گوناگون ورزش می باشد. طور آگاهی دارید هر سال چون انانه با اقدام کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن در شهر و دهات بین جوانان، بانوان و دیگر شهروندان کسب و کار گوناگون مسابقه های گوناگون ورزشی برگزار می گردد. برگزاری مسابقه ورزشی فوتبال خرد امروزه نیز ادامه این اقدام های نیک بوده بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همکاری با شعبه کار با جوانان و ورزشی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر، فدراسیون فوتبال شهر پنجکن، مکتب ورزشی شهر، تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن بوده. مقصد از این تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، جلب شهروندان شهر و دهات پنجکن با تربیت جسمانی و ورزش، ترغیب وسیع بازی فوتبال در بین اهالی، مستحکم نمودن علاقه دوستی، تامین بی‌واسطه اجرای برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2017 2021 می باشد. تامین فراغت مدنی شهروندان و معین نمودن بهترین دسته‌های فوتبالی غیر کسبی شهر دهات پنجکن برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان مقصد و مرام ما می باشد. با این مقصد از سنه 9 ایول سال 2021 تا 21 ایول در بین 14 دسته‌های جماعت‌های دهات برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان مسابقه فوتبال خرد غیر کسمی برگزار شد. در دوره اولی مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن جماعت‌های دهات یاری، لایق، شیرعلی، سراسب، خلیفه حسن غلبه به دست آورده به دور شهری مسابقه راه خط گرفتند. در رابطه به این از سنه 21 ایول تا سنه 25 ایول در ورزشگاه مذکور مسابقه فوتبال خرد بین 8 دسته‌های محله‌های شهر ادامه یافته و دور شهری محله‌های قاقوری، عزیزآباد، گلستان و سوی مصرک راه خط گرفتند. امروز مسابقه بین دسته‌ها از جماعت‌های دهات و محله‌های شهر آغاز گردیده برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تا چند روز ادامه می‌یابد. باید ذکر نمایم که دسته‌های غالب با دسته‌های فوتبالی 18 شهر ناحیه‌های ولایت سوخت بازی کرده. دسته غالب به شهر دوشنبه راه خط می‌گیرد. برای غالبیت به هر یک دسته برای به دست آوردن جام حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و مکافات‌های حزبی به دسته‌های اشتراک کننده موافقت می‌خواهم. برار با شما، سلامت باشید. بعد مسابقه با اشتراک پیش‌صفان بازی فوتبال و معین شدن غالبان جامعه تندنوی داری گردید که در آن نخست با مسئولان چاره‌بینی و بعداً با غالبان سپاسنامه، تحفه‌ها و مکافات پولی سپرده شدند. من پیش از همه برای کارهای تشکیلی با فدراسیون فوتبال شهر پنجکن، با کمیته کار با جوانان و ورزشی شهر پنجکن، با مکتب ورزشی شهر پنجکن، اینچنین تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطنی نزد کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن اظهار سپاس می نمایم که چنین یک بازی ادانه را با مناسبت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما تشکیل کردیم.
وظیفه اجرایی حزب خلق دموکرات تاجیکستان در شهر پنجکن دیپلم برای سهم ارزنده در تطبیق اهدافهای برنامه حزب خلق دموکرات تاجیکستان اشتراک فعال در مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام حزب خلق دموکرات تاجیکستان در شهر پنجکن بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صاحب شدن به جای سیوم سرفراز کردن محله قوقوری. برای مکافات پولش چون دیپلم داده شد به جماعت دهات یاری برای جای دوم. برای سهم ارزنده در تطبیق اهدافهای برنامه حزب خلق دموکرات تاجیکستان اشتراک فعال در مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام حزب خلق دموکرات تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و صاحب شدن به جای یکم سرفراز کردن محله عزاباد. بعد از سپردن مکافات ما صحبت داشتیم با یکی از مسئولان چهاره‌بری فوتبال. گفتنی هم که همیشه مسابقه ها رو بسیارتر حزب خلق دموکراتی گذراند برای که مردم بسیارتر بخواهند که فوتبال در پنجکن رشد یابد بسیار مسابقه ها شود. من این مسابقه در 3 مرحله گذرانده شد. از بازی خیلی خرسند شدیم برای که بازیگران رو نو رو پیدا کردیم چهره‌های نو رو پیدا کردیم که آینده به دسته سرازم شهر پنجکن آنها دعوت کرده می شود و آنها از طرف دسته سرازم شهر پنجکن بازی میکنند.